مهدی حسینی هستم، نوازنده نی. اینجا هم آرامگاه بابا طاهر همدان در خدمت شما هست. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. قربان شما. آقای دکتر تویی بله. از پروفسورای سرشناس تاجیکستان هستن. باشم انشاءالله همچنین. خیلی خوش آمدید. اگر دلبر و دلبر کدومه، من آن آزرده بی جان نمانم، من آن محنت نصیب سخت جانم، من آن سرگشته خارم در بیابان که هر بادی وزد پیشش دوانم. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. امروز سعادتی بود در خدمت پروفسور طاهری، پزشک برگزیده سال 2004 جهان از کشور دوست و همزمان تاجیکستان هستیم. آقای دکتر شاعر دل، بابا طاهر شاعر دل، شما هم پزشک هستین، با دل زیاد سر و کار دارین و درمان. دل به یک رنگت نبینم، یک آهنگ و یک ارمانت نبینم، از آن لحظه‌ای که در تپیدن هستی چرا که عمر من را میشماری. من البته کم در فراموش کردم، منم شعر نوشتگی در وصف دل هست. دکتر